آلوده. اما هاری و حیوان گزیدگی. هاری یک بیماری عفونی حاد مغز و نخاع هستش که توسط ویروس هاری ایجاد میشه و همه موارد مبتلا فوت میکنه متاسفانه. این بیماری مخصوص گوشخواران اهلی و وحشی انسان و سایر پستانداران از طریق حیوان گزیدگی به آن مبتلا میشن و این حالت به ندرت از طریق خوردن گوشت آلوده هستش. علائم و نشانه های بیماری هاری در انسان اینکه 75% موارد در کمتر از 3 ماه پس از حیوان گزیدگی و 95% موارد در کمتر از 1 سال پس از حیوان گزیدگی دچار علائم میشن. علائمش هم شامل احساس ترس، سردرد، تب، کوفتگی عضلات و گزگز اغلب در محل گزش هستش. متاسفانه با تحریک فرد واکنش شدید نشان میده. به همین دلیل بیماران در اتاقهای تاریک بستری میشن. سپس بیمار دچار بی‌حسی یا فلج عضلات میشه. به دلیل عدم توانایی در بلع از آب میترسه و تشنج نیز ممکنه دیده بشه و در طی کمتر از 10 روز به دلیل عفونت مغزی بیمار فوت میکنه. توصیه‌های خودمراقبتی هستش که 10 نوع توصیه رو توضیح